چه نات کوین داشته باشی، چه تبسوب و چه همستر کمبت، نیازمند به داشتن این ولت هستی. شما قبل از اینکه تبسوب و همستر لیست بشه نیازمند هستین که یک ولت رو نصب کنین که وقتی لیست شد کویناتون رو اینجا انتقال بدین و دیگه به دردسر نیافتین هنگام لیست شدن. بهترین ولتی که میتونم برای تون کوین براتون معرفی کنم ولت تون کیپر هستش. خیلی‌ها از بینتون هستن که نمیدونین که تون کیپر رو چطوری بسازین، اگه ساختین هم نمیدونین که چطور میتونین که امنیت کامل داخلش ایجاد کنین. وایت پیپر و مؤسسش مشخص نیستن، اما خب تیک آبی تلگرامو داره و ارزش داره امتحانش کنیم. چطوری همستر رو به پول تبدیل کنیم؟ شایعات میگن تیر یا خرداد وارد صرافی میشه و میتونی اونو به پول تبدیلش کنیم. چطوری قفل کارتا رو باز کنیم اون 5 میلیون سکه بگیریم؟ کلمه سکه رو کامنت کن تا 0 تا 100 همستر رو به علاوه پاسخ به تمام سوالاتتون براتون دایرکت کنم. همستر هم مثل نات کوین کد تقلب داره. امروز میخوام این کدای تقلب رو بهتون آموزش بدم که مثل من بالای 700 میلیون جمع آوری کنیم. بیاید بگم چیکار کنیم. خب بچه چیکار میکنین؟ 3 بار بر روی ارن تب کلیک میکنیم. 1 2 3 وارد جایی میشه که میتونیم کد وارد کنیم. کدایی هم که مینویسیم اینجا اضافه میشن. اسکرین کدا رو من اینجا دارم بهتون نشون بدم. کد امروز BTC، این B، این T، این زیرش هم C. یعنی چی؟ یعنی اینکه شما اینجا باید بنویسین BTC. اولیو میریم، یه خط 1 2 3 یه خط T تایپ میشه، یه خط یه نقطه یه خط یه نقطه هم C تایپ میشه. کد 1 میلیونی رو به من داد. تیک تو پرایس 1 میلیون بهم اضافه شد. متشکریم. برای دوستات بفرست. هر روز از این کدا داریم ها. هر روز 1 میلیون از این کدا داریم. یه قابلیت مخفی به ایردراپ همستر اضافه شده که میتونید هر روز 1 میلیون سکه ازش دریافت کنید. برای این کار 3 بار روی این گزینه این بالا بزنید. صفحه مخفی براتون باز میشه و حالا باید کد مرس امروز رو وارد کنید. کلمه امروز BTC که کد مرس BTC میشه این نقطه و خط هایی که روی صفحه میبینید. برای اجرا شدن خط دستتون رو روی صفحه نگه دارید و برای نقطه 1 بار روی صفحه ضربه بزنید و این کد رو به سرعت وارد کنید. به همین سادگی 1 میلیون جایزه امروز رو دریافت کردیم. اگر کلمه یه لینک رو کامنت کنی یه لینک برات ارسال میشه که هر روز میتونی این کد رو داشته باشی. تمام سکایی که جمع کردی رو بریز دور چون 1 قرون هم بابتش بهت نمیدن. این خبریه که دیشب تیم همستر توی کانال پروژه گذاشت و گفت مبنای نهایی پاداشی که میدن پروفیت نه سکه و این قضیه به شدت مشکوکه. این ویدیو رو لایک کن، برای رفقای همستر بازت بفرست که سرشون کلا نره و سکه هاشون از دست ندن. اگر هم نمیتونی الان با دقت به حرفام گوش کنی پس ویدیو رو سیو کن بعدن نگاش کن. اول اینکه تعیین این شرط عجیب غریب اونم 20 روز مونده به پایان ایردراپ نشون میده پروژه رودمپ یا نقشه راه مشخصی نداره و ممکنه 10 روز دیگه دوباره بگن سکه ها مهمه. اما مورد دوم چون حجم کاربران احتمالاً خیلی زیاد شده و تعداد سکه ها خیلی بالا رفته این کار میتونه یه فریب باشه تا شما حجم زیادی از سکه هاتو بسوزونی و پروفیت خودتو بالا ببری. اینجوری حجم سکه ها کم میشه و از اونجایی که احتمالاً حجم زیادی از این سکه ها در اختیار سازندگان پروژه هست میتونن با قیمت بالاتری اگر لیست شد بفروشن و ثروت زیادی گیرشون بیاد و انگشتردش برای تو بمونه. اما حالت دیگه هم دقیقاً ممکنه همون چیزی باشه که اعلام شده و مبنای سود همون پروفیت باشه. تو باید توی روزهای پایانی این پروژه یه استراتژی عالی داشته باشی تا همه این انگشت زدنا نره روی هوا. کلمه استراتژی رو برام کامنت کن، بهت میگم که چه کار بکنی تا تحت هر شرایطی حتی اگر قوانین تغییر بکنه و قرار باشه پولی گیر کسی بیاد تو یکی از اون افراد باشی که سود کردی. فقط حتما برای اینکه بتونم برات ارسالش کنم باید پیج فالو داشته باشی و اینکه اگر توی روزهای آینده هم استراتژی رو تغییر بدم سریع مطلع بشی. آقا هر عدد زیادی که توی بازی همستر کامبت دیدید واقعی نیست، یه ترفند داره و خیلی از این عددهایی که دارید میبینید میلیاردی و میلیونی هستن فیکه. الان میخوام ترفندش رو بهت یاد بدم. ببین آقا این الان یه حساب ریاله که من 11 میلیون سکه دارم. میام توی تنظیمات گوشی میرم قسمت تاریخ و زمان، از حالت خودکار خاموش میکنم، تاریخم رو چند سال میبرم جلوتر. اوکی؟ حالا دوباره برمیگردم توی بازی و میبینید که اینجا سکه های من رفت روی 18 میلیارد. یعنی شما عملاً یه عدد فیکی رو اینجا دارید میبینید و این ترفند رو خیلی‌ها پیاده میکنن که مثلا بگن تعداد بالایی سکه دارن. حتما بفرستید برای دوستانتون که یه وقت گول این تبلیغات فیک رو نخورن. دوستتون دارم. آقا من یه هک جالب از همستر پیدا کردم خیلی باحاله. ببینین من میام توی تنظیمات موبایلم
و تاریخ رو از حالت اتوماتیک در میارم، سالش رو میبرم مثلا سال 2037 دیگه، بیشتر از این نداره. الان اگه برگردم توی همستر ببینین چقدر به کوینم اضافه شد. قیمت نات کوینم که احتمالاً بعد از شنیدن این خبر کرکوپرتون بریزه، چون قرار همستر کامبت بر روی بستر تون لیست بشه و بگید چه جالب. پس یک انرژیزا بخور که قندت نیفته. میخوام بهت یاد بدم چجوری روزانه از قسمت ماین 5 میلیون توکن رایگان بگیری، چون هر 1 میلیون توکن همستر 12 دلار ارزش گذاری شده. برای 11 خرداد این تریکو بزن، میری تو قسمت تیم، این پایین این دسته رو میگیری، یکیش اینه که میخرینش و بعدیش هم این پایین و میبینید چقدر جالب براتون 5 میلیون توکن رایگان اضافه میشه. اگر این بازی رو هنوز شروع نکردی کافیه کلمه همستر رو برای من کامنت کنی و سریع بری دایرکت رو چک کنی و حتما پیج و فالو داشته باش، چون هر روز این دیلی کومبو رو توی استوریا بهت میگم. یادت تو پست قبلیم گفتم پرافتت رو بیار بالا؟ دیشب همستر اعلام کرد که اگه قیمت گذاری بشه بر اساس پرافیت و یه سری فعالیت‌های دیگه‌تون بهتون قراره پول بده، نه به ازای مقدار سکه‌تون. ولی یه نکته خیلی خیلی مهم دیگه هم امروز میخوام بهت یاد بدم. فقط قبلش این دکمه فالو رو بزن و بعد ادامه ویدیو رو ببین. ببینید دوستان، به نظر من لول لیگ هم خیلی مهمه. چرا؟ چون احتمال داره که همستر مثل ناتکوین سر قضیه استیک به اونایی که لیگشون بالاتره تسهیلات بیشتری بده. پس سکاتو جمع کن، لول لیگت حداقل 8-9 که شد، شروع کن با همه پولت پرافیت رو بکش بالا. راستی اگه بلد نیستی چطور پرافیت رو زیاد کنی، پست قبلیمو ببین.